میخوام یه حلقه مرجانی رو وسط اقیانوس آرام که اسمش بیکینیه و روزی برای اهالی بومی فقط معنی آرامش و زندگی میداد رو تصور کنید. اما سال 1946 همین جزیره شد صحنه آزمایشی که صدای انفجارش، لرزه‌هاش و آثار سمیش تا به امروز توی بدن مردم و حتی توی خاک زمین مونده. آزمایش هسته‌ای بیکینی نه فقط یه فاجعه بومی، بلکه یکی از نقاط سیاه تاریخ انسان و بمب اتمه. فاجعه‌ای که بخشی از اون رو دنیا ترجیح داد فراموش کنه، اما زخم روی زمین و آدم‌ها هیچ وقت کاملاً التیام پیدا نکرده. داستان آزمایش هسته‌ای بیکینی از جایی شروع شد که انسان داشت به دنبال معنای تازه‌ای از قدرت می‌گشت. سال 1945 فقط چند ماه بعد از برداشته شدن پرده از جهنم اتمی در ژاپن، جهان نفسهاش را حبس کرده بود. بمب‌های اتمی هیروشیما و ناگازاکی شاید باعث پایان جنگ شده باشند، اما یه دنیای جدید هم ساختن. دنیایی که قدرت توی اون با سلاح اتمی سنجیده میشد و کسی نمیدونست که این راه به کجا میکشه. آمریکا پیروز تازه نفس بعد از جنگ جهانی دوم دنبال این بود که تکنولوژی اتمیش رو آزمایش کنه، توسعه بده و مهار کنه. اما جایی که بتونه آزمایش کنه باید دور از دسترس و کنج دنیا می بود. جایی که اگه اتفاقی افتاد مثل آسیب یا آلودگی کسی زیاد خبردار نشه یا صدایی بلند نشه. چشماشون اون سوی اقیانوس اطلس و آرام رسید، به جزیره های مارشال، مخصوصاً بیکینی اتول. این منطقه را به چشم آزمایشگاه زنده انتخاب کردن، جایی که نه پوشش خبری درست حسابی داره نه به حرف مردم بومی خیلی توجه میکنن. حالا فکرشو بکن، تا قرنها مردم بیکینی تو خونه هاشون با آرامش و بدون درگیری با جهان بزرگتر زندگی کرده بودن و اصلا نمیدونستن قدرت، رقابت، جنگ سرد یا حتی واژه رادیواکتیو یعنی چی. فقط درختای نارگیل، نخل، بوته‌های منگو و آب زلال همه چیزشون بود. حتی هنوز هم بازمانده ها تو خاطراتشون محکم و با اندوه از روزهای پیش از آوارگی حرف میزنن، از شکار ماهی روی آبهای کم عمق، از جشن تولدها و عروسی هایی که تو پیرهن‌های رنگی با خنده و شور برپا میشدند. هیچ کدومشون فکر نمی کردن همه این تصویرها یه شب رنگ ببازه و با کابوسی که اصلاً براش جمله نداشتن عوض بشه. زمستان 1946 داستان کوچ از بیکینی شروع شد. نظامی‌های آمریکایی اومدن و شروع کردن با رهبران محلی صحبت کردن. اونها با احترام و حتی کمی تعارف از مردم خواستن که جزیره رو برای یه مدت کوتاه ترک کنن. بهشون گفته شد آزمایشی انجام میشه برای پایان دادن به جنگ‌های آینده، برای خیر بشریت. ولی کسی دقیقا نفهمید یعنی چی، چون انرژی هسته‌ای و سلاح اتمی خارج از دایره واژه‌ها و تصوراتشون بود. رهبرشون جودا بین دو سنگ سخت قرار گرفته بود. هم باید به مهمانهای پرقدرت احترام میذاشت، هم کل قبیلش رو از خانه و تاریخ جدا میکرده. قول قرار گذاشته شد که برمیگردید. چند ماه بیشتر طول نمیکشه، اما این فقط شروع تلخ ماجرا بود. مردم بیکینی رو سوار قایق کردن، ابتدا به جزیره رانکوئب رفتن، جایی کوچکتر و کمی شناخته شده. کم کم گرما، کمبود غذا، زندگی توی چادرها و مریضی‌های ناشناخته اومد سراغشون. یکی از بازماندگان بعدها گفت اون زندگی جدید دیگه رنگ و بوی از چیزی که بهش عادت داشتن نداشته. آب کافی نبود، پرنده ها و میوه های مورد نیازشون نبود و روز به روز احساس غربت و ناامیدی دامن همه رو گرفته. هیچ کس فکر نمی کرد برگشت به خونه انقدر دور بشه یا حتی برای همیشه رویایی دست نیافتنی و ممنوع بمونه. پروژه آمریکایی ها با اسم کراس کلید خورد. قرار بود چند انفجار عظیم تو دل اقیانوس انجام بدن. اولین بمب‌ها با کدهای ایبل و بیکر تو تابستون همون سال منفجر شدند. غیر از آزمون تخریب ناوهای قدیمی، قرار بود تأثیر تشعشعات رادیواکتیو روی وسایل و محیط زیست هم بررسی بشه. توی عکسای سیاه‌وسفید اون دوران 10 ناو زیر دریایی و حتی کشتی‌های ساده رو تو محدوده انفجار به صف کردن. بعضیاشون 6 ماه پیش مأموریت داشتن، اما حالا وارد آخرالزمان شده بودن. بعد از انفجار تکه‌های فلزی غول‌پیکر که تو شعاع انفجار بودن پودر می‌شدن یا تا چند سال دیگه زیر بار رادیواکتیو می‌موندن.
اولین آزمایش آسمون صاف بیکینی رو برای همیشه عوض کرده. مردم دنیا از طریق عکس‌ها و فیلم‌های خبری اون ابر قارچی لرزان و رشد کننده رو روی دریا دیدن، ولی پشت اون تصویر سینمایی آغاز عصر رادیواکتیو بود. همون موقع دوستداران محیط زیست آمریکایی هشدار دادن که این انفجارها مثل زنجیر میلیون‌ها ذره رادیواکتیو رو به باد میسپره و یا تو خاک و یا تو بدن جانداران مینشونه. اما هنوز قدرت و وسوسه سیاست بزرگتر از هر نگرانی انسانی بود. آزمایش‌ها ادامه پیدا کرده. تا سال 1958 آمریکا در مجموع 23 آزمایش مهم تو بیکینی اتول انجام داد. طبق اسناد رسمی جمع انرژی آزاد شدهشون معادل تقریباً 7000 برابر بمب هیروشیما بود. فقط کافیه تصور کنید تحقیقاتی که بعدها انجام شد نشون داد بعضی ساختارهای طبیعی جزیره تا به امروز هم هنوز مقدار قابل توجهی تشعشع خطرناک دارند. همون موقع دانشمندان آمریکایی با ماسک و ابزارهای سنجش کایگر از خاک و گیاه و حیوان نمونه برداشت می‌کردند و تو آزمایشگاه‌ها تحلیل می‌کردند. اما برای مردم بومی دیگه همین حالا هم خواب برگشتشون به بیکینی محال شده بود. بزرگترین و مخربترین آزمایش تاریخ بیکینی کسل براوو بود. بمب هیدروژنی که قدرتش 3 برابر چیزی بود که فیزیکدانها انتظار داشتند. ساعت 6:45 صبح 10 اسفند 1332 یا 1 مارس 1954 دکمه رو زدن. بعد از فقط چند ثانیه آسمون اتول دیگه آبی نبود. یک کره آتشین، نور سفید دلچسب و بعد ابر قارچی چند کیلومتری که سایش رو حتی رو جزیره‌های اطراف انداخته. چند دقیقه بعد همه جا پر شد از برف رادیواکتیوی که کسی نمیدونست چیه. یک غبار سفید که روی پوست مردم می نشسته، زیر ناخن‌ها می رفته، لای موهای ماهیگیرها، داخل کاسه های چای مادرها، روی برگ درخت نارگیل و تا تو خاک باغچه هایی که دیگه هرگز چیزی سبز نشده. داستان کشتی ژاپنی اژدهای خوششانسی همون روزها اتفاق افتاد. ملوان‌ها فکر می‌کردن به اندازه کافی از منطقه خطر دورن، ولی خیلی زود بدن و لباس‌ها و تورهای ماهیگیریشون پر شد از همین گردگی سفید. تشعشعات بیشترشون رو مریض کرده. یکیشون مرد و ماجراش شد تیتر 1 ژاپن، نماد بی‌عدالتی و استعمار جدید هسته‌ای. ده‌ها کشتی ماهیگیری گرفتار همین بلا شدن و وحشت از ماهی آلوده و غذای خطرناک به رسانه‌ها و بازارهای آسیا رسید و حتی تو بازارهای آمریکا باعث وحشت شد. اما سرنوشت مردم بومی بیکینی تلخ‌تر بود. سالها بعد از انفجار دولت آمریکا هیئتی فرستاد تا با مردم صحبت کنه و دیگه برای کسی سخت بود باور کنه که قراره همه چیز دوباره مثل قبل بشه. مسئولین سلامت و ارتش اندازه‌گیری کردند و به بعضیا اجازه دادند برگردن. مدتی گذشت. تو همون ماهای اول بازگشت گزارش سرطان خون، بیماری‌های عجیب پوستی، سقط جنین و مشکلات شدید تیروئید تو بچه‌ها و زن‌های جوان بیکینی مثل موج بلند شد. دوباره دستور تخلیه دادن. هیچ کس دیگه جرئت نکرد به آرامش پرخطر جزیرش برگرده. شوک رادیواکتیو فقط به بیکینی محدود نشد. دانشمندان روس و انگلیسی هم از همین مدل آزمایش‌ها استفاده کردند. آلودگی با جریان‌های آب اقیانوس جابجا شد. پرندگان یا ماهی‌های آلوده از منطقه خارج شدند و ذره‌های رادیواکتیو مثل میراث شوم وارد زنجیره غذایی دنیا شدند. حتی تو آمریکا و اروپا رد ایزوتوپ‌های هسته‌ای رو تو غلات، شیر و حتی استخوان‌های بچه‌ها هم پیدا کردند. تا همین امروز بعضی مواد رادیواکتیوی که اون سالها پاشیده شد مثل سزیم 137 یا استرانسیوم 90 نیمه عمر چند 10 ساله دارن. یعنی هنوز تو بافت مرجانی و لایه‌های خاک و موجودات دریایی بیکینی و جزایر اطراف پیدا میشن. اما زخم اصلی بر چهره و حافظه انسانی بوده. طی سالها مردم بیکینی به جزایر کوچکتر و طالب‌های ویژه تبعید شدن. کمپ‌هایی که اسمشون کمپ بی خانمان‌ها هم گذاشته بودن. دسترسی به آب سالم، غذا یا خدمات پزشکی حتی برای نسل دوم هم یک چالش بزرگ شد. بچه‌هایی که اونجا به دنیا آمدن هیچ وقت آفتاب بیکینی رو روی پوستشون حس نکردن، اما بیماری‌هایی مثل سرطان، کمخونی، مشکلات هورمونی و نقص مادرزادی باهاشون قد کشید و بزرگ شد. نوادگان بازماندگان حالا تو آمریکا، ژاپن یا نیوزلند زندگی می‌کنن.
اما تاریخ تحقیر و محرومیت انگار هیچ وقت از یادشون پاک نشده. فارغ از درد مردم مارشال، طنین آزمایش‌های بیکینی تا خود آمریکا هم بلند شد و تاب خورد. وقتی فاش شد موج آلودگی تا کالیفرنیا و هاوایی هم رسیده، مردم آمریکا هم معترض شدند. دهه 1960 زمانی بود که فعالان صلح و محیط زیست با تظاهرات و پژوهش دولت‌ها را مجبور به توقف یا محدود کردن آزمایش‌ها کردند. پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای CTBT بعد از سالها مبارزه تصویب شد، اما همه کشورها هنوز امضاش نکردند و این کابوس هرگز کاملا تمام نشد. حتی تو فرهنگ عامه هم آزمایش بیکینی جای خودش رو باز کرد، نه فقط تو کتاب‌های تاریخی و مستندها، بلکه توی قصه ها و فیلم های علمی تخیلی، انیمیشن ها، کمیک ها و حتی مد روز. لباس شنای بیکینی یه جور طنز تلخ شد. اسم یه فاجعه روی کالای خوشحال کننده ساحلی نشست و مردم گاهی بیخبر از اصل ماجرا لبخند زدن. اما تو قلب همون واژه درد فراموش نشدنی پنهان شد، اسمی که باید یادآور انعکاس قدرت، قربانی و طبیعت باشه. امروز اگه کسی پای صحبت بازمانده های مارشال بشینه، تو ته صدای آروم و با قدرتشون امید به بازگشت رو هنوز پیدا میکنه. بعضیا میگن خونمون هنوز اونجا هست، حتی اگه رادیواکتیو باشه. خاطرات نسل‌های قدیمی‌تر به زبان مارشالی، شعر، آهنگ و دعا بین بچه‌های جدید منتقل میشه. تو مدارس ویژه مارشال، جزیره گمشده بیکینی مثل رویا و کابوس تعریف میشه. بچه‌ها تصور باغ سبز و دریای بی‌پایان رو نقاشی میکنن، اما ته قلبشون از مرگ خاموش و تشعشع میترسن. تلاش‌ها برای پاکسازی هرگز کامل نشد. 40 سال بعد از انفجار، آمریکا پذیرفت که حق مردم مارشال برای سلامت و بازگشت نادیده گرفته شده و غرامت‌هایی تو قالب پول یا برنامه‌های درمانی اهدا کرده. اما بازماندگان گفتن هیچ پولی آرامش رو به سرزمینمون یا سلامت نسل‌هامون بر نمیگردونه. دانشمندان همچنان جزیره رو به عنوان موزه خطر میشناسن، معبد طبیعت آلوده که هم درس تاریخ داره و هم هشداری برای آینده. البته بعضی بخشای جزیره برای توریستا باز شده. امروز غواص‌ها و ماجراجوهایی که عاشق هیجان هستن سراغ ناوهای غرق شده یا مرجان‌های شگفت‌انگیز بیکینی میرن، اما همیشه با راهنمایی حرفه‌ای و آزمایش سنج تشعشع. حتی امروز هنوز درست نمیدونیم تا چند نسل و شاید حتی 100 سال دیگه خاک، برگ و شن این جزیره قابل لمس یا زیستن هست یا نه. تأثیر بیکینی فقط به طبیعت و مردمش خلاصه نشد. قصه بیکینی یادآور این شد که هر انفجار برای یک قدرت، یک سیاستمدار یا دانشمند ممکنه فقط عدد و نمودار باشه، ولی برای خاک و آدم‌ها معنیش کوچ، سرطان، غربت و خاطراتیه که با هیچ خبر یا بودجه‌ای جبران نمیشه. این جزیره حالا توی نقشه دنیا کوچکتر از همیشه است، اما تو دانش و وجدان جمعی یکی از بزرگترین زنگ‌های خطر درباره خودخواهی، جاه طلبی و بی‌توجهی انسان به طبیعته. همین حالا اگه لحظه‌ای چشمت رو ببندی و صدای نسیم رو تصور کنی که لای درختای نارگیل جزیره یواش و آروم سوت میزنه و دونه بدون موجها به ساحل مرجانی میرسن، میفهمی که زمین و آدمهاش چقدر شکننده تر و ظریفتر از چیزی هن که قدرت طلبی و آزمایش های بیرحمانه بهش نگاه میکنه. قصه بیکینی یه داستان تلخ و بی‌پایان از زخم، آوارگی، علم بی اخلاق و طبیعت آزرده است. داستانیه که باید هر بار تصمیمی واسه زمین و افرادش بگیریم.